سلام دوستان عزیز، امروز آمدیم به مزار حضرت خواجه عبدالله انصاری. چه بهتر از معلومات خود را در مورد خواجه عبدالله انصاری بیشتر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه عبدالله انصاری ملقب به پیر هرات، ادیب، عالم، عارف و صوفی نامدار قرن پنجم هجری، خالق تالیفات متعددی است که مناجات‌نامه مشهورترین آن به حساب می‌آید. عالمی بزرگ و عارفی برجسته که افکار صوفیانه و اندیشه‌های حکیمانه‌اش همواره مورد توجه قرار گرفته و در این روزگار نیز همچنان مناجات‌های شاعرانه و شورانگیزش آرام دل‌های علاقه‌مند به حقیقت وجود عالم است. هر یک از تعریف‌های متعددی که امروزه از پیر هرات در دسترس ما قرار دارد از جمله آثار مهم و ارزشمند در ادب و عرفان و تصوف محسوب می‌شود. خواجه عبدالله انصاری در 4 سالگی خواندن و نوشتن آموخت. 6 ساله بود که قرائت قرآن را در مدرسه یاد گرفت و در 9 سالگی تحت تعلیم پدر و یکی از آموزگارانش املای حدیث را آغاز کرد. در این زبان شعر عامی، گفتن و به مانای 18 شعر و نظم فارسی و عربی به ترجمه متون حیرت بسیاری از اساتید را در بر داشت. در تاریخ آمده است لحظه‌ای از عمر این عارف دانشمند جز به کسب علم و معرفت نمی‌گذشت. حالا یکی از رباعیات خواجه عبدالله انصاری را به شما به خواهش می‌گیرم. من بنده عاصیم، رضای تو کجاست؟ تاریک دلم، نور و ضیای تو کجاست؟ ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی، آن بی بود لطف و عطای تو کجاست؟